بازم مثل هر شنبه ایونت جدید گروه گاردن اومد. ایونتش اینطوریه که شما باید به این خوک غذا بدید و خوک مقابل غذا بهتون آیتمای خودشو میده. حالا غذاها رو چجور میذارین الان بهتون میگم. قبلش یه نگاه به آیتماش بندازین مقابل هر غذایی که بهش بدین. آیتمای خفنی ان، خوبن، قابل استفاده. آبپاش جدیدی وارد بازی شده که بهترین آبپاش بازی و گرونترینه که میتونید استفاده کنید. تیکت اومده که میتونید دیگه از شر اسکم خلاص بشید و با خارجی‌ها راحت ترید بکنید. البته غذاتون هر چقدر که خوشمزه تر باشه خوکه بهتون آیتمای بهتری میده. من الان سال یه دونه غذای مسخره درست کردم، من یه دونه آیتم مسخره. حالا چجوری غذا درست میکنید؟ فروت میاد و وارد قابلمه‌اش میکنید. نگاه کنین کلا 6 تا فروت میتونید داخل قابلمه بذارید که همونطور که دارین میبینید من دارم اپل و اون بلاسوم همه چی میذارم. بعد دکمه سبز رو میزنید و تایمر بهتون اضافه میشه و تو این تایم بهتون غذا رو میده و میتونید به خوکه بدید. خیلی راحت و ایزی. براتون یه دونه لیست کامل درست کردم از سمت چپ تا راست، اینه که چی بدید به این قابلمه تا بهتون آیتمای بهتری بده تا این خوکه بخوره و آیتمای بهترشو بهتون بده. خلاصه ایونت معمولی بود و اینکه اگه سوالی چیز درباره ایونت داشتید تو کامنت ها میتونید بهم بگید، من همه رو جواب میدم. اینکه چنل تلگرام ما از خود آپدیت هم جلوتره و میتونید بیاید اطلاعات قبل آپدیت رو همشون اونجا ببینید. مثل همیشه مرسی که این ویدیو رو نگاه کردید. من میزبان شما ELQ هستم و تا ویدیوی دیگر بدرود.